بسم الله الرحمن الرحیم. یک شب میگد یک نماینده از شهر آذربایجان هم خیلی شهر قدیمینه است، از نماینده های پادشاه عرب امون آذربایجان یک نمایندهش نزد حضرت عمر روان کرد. خدا ترسیره من بر شما میگم. وقتی میگه این نماینده آمد شهر مدینه در رسید، شب بود. گفت خانه اگر عمر برم در شب تشویش می شود، شب در مسجد شب میگذرانم، سحر انشاءالله آن پیغامی که پادشاه بر من کرده است بر عمر میرسانم. شب میگه آمدم داخل مسجد در آمدم، همین نماینده آذربایجان. وقتی میگه در آمدم در مسجد نشستم، از یک گوشه مسجد میگه شب بی وقت بود، گریه می آمد، صدای گریه می آمد. کسی میگفت پروردگارا مرا ببخش، پروردگارا گناهایی که من کردم جملگی را ببخش، خدایا مرا از بندگی خود دور نساز، پروردگارا عاقبت کار مرا به خیر بساز. میگه هم تا کسی بود میگفت دعا میکرد، گریه میکرد. و ناگاه میگه من مشتاق شدم، از دعای او لذت میبردم. وقتی میگه دعاش تمام کرد و میگه در گوشه مسجد نشست، به نزدش قدم زنان رفتم و در پهلوش نشستم. گفتم ای عاشقی خدا، تو کی هستی؟ میگه حضرت به جانب من نگاه کرد، گفت من عمر ابن الخطاب هستم. میگه در وجودم یک لرزه پیدا شد، من آوازه عمر را شنیده بودم، عمر را ندیده بودم، در حالتی که عمر با پادشاه بود. میگه گفتم در این بیوقتی شب حضرت تو روز تا بیگاه مشغول هستی، شب چی میشود که راحت میکردی؟ حضرت میگه گفت ای برادر، اگر من شب خواب کنم حق این بندگی خدا را کی میکند؟ اگر روز به خواب برم حق این رعیت، حق این مردم کی به جا میارد؟ برای پسر خطاب خواب شب خواب روز حرام است. حضرت میگه هم تا مراجعت کردن تا به روز میگه صحبت کردیم، سحر میگه بامداد یک جایه باز در همون مسجد خواندیم و میگه به جانب من گفت یگان پیغامی داشتی؟ میگه گفتم من از آذربایجان آمدم، از پادشاه خود یک هدیه برای شما آوردم، او را میخوام که به شما تسلیم کنم. حضرت عمر گفتن خوب میشود که خانه بریم، در خانه من شما را مهمانداری میکنم، هر پیغام و هر هدیه‌ای که داری اونجا من از شما قبول میکنم. حضرت دستی او را گرفتن، میگه به خانه آمدن. وقتی در خانه در آمدن، اون زمان میگه زن حضرت عمر دختر علی بود، ام کلثوم. فریاد زد ام کلثوم این مهمان است، یگان طعام داشته باشی نزد ما بیار. ام کلثوم میگه صدا داد عمر در خانه به جز نان خوش و کمی از ملخ پختگی دیگر چیزی نیست. خانه پادشاه که از یک قسم دنیا در دست حضرت عمر بود، به جز نان خوش یک کمی از ملخ پخته دیگر چیزی نیست. در خانه پادشاه گوشت بریان نیست، در خانه پادشاه نان ملایم نیست، در خانه پادشاه یگان آش دمداختگی نیست، در خانه عمر پول نیست، مال نیست، در بانک ها پول ندارد. حضرت یک کمی خشک میگه نان آوردن. این نماینده آذربایجان میگه وقتی که من زیر دندان میماندم، دندان من در اون نان گذر نمیکرد، نمیگرفت، لیکن عمر را میدیدم آهسته آهسته میگه همون نان میخورد. وقتی که بالایی که جای نشستم فقط زمین خالی بود، چیز پرتافتگی نبود. بعد از این میگه به جانب من گشت، گفت چی هدیه داری؟ میگه لطمه گشاده کردم، همون روی ما روی هست که بغیر در شهر آذربایجان دیگر در هیچ جا پخته نمیتونه.
ایرا فقط کیبانه های آذربایجان پخته میتونند و اینا فقط پادشاه ها میخورند، دیگر هیچ کس نمیخوره. عمر میگه وقتی نگاه کردم از این سخنهای من چنان میگه پیشانی ها رگه هاش میخیست. میگفت فقط همین مقدار است؟ گفتم بله همین مقدار است. گفت فقرای مسلمانی که بیرون مدینه زندگی میکنن اونها را کی حولا میتد؟ میگه گفتم آخی این باعث شماست. میگه گفت دستمالت جمع کن، این هدیه را برده به پادشاه بده، بگو اگر دفعه دیگر همچنان معامله به عمر میکند به خدا قسم رگه های گردنش میبرم. اینجا مسلمان ها گشنه و تشنه و حلوا را عمر بخورد. بین این خدا ترسی را بین. حضرت خوراک ملایم برای خود اختیار نمی کردن، برای که ترسی خدا داشتن. رأس کل الامر مخافت الله، سر همه کارها ترسی خدا هست. ما و شما باید که در خودمان ترسی خدا را جایگیر بکنیم. از خدا بترسیم، انشاءالله ما و شما هم در دنیا هم در قیامت البته سربلند هستیم. هیچگاه خواه در پنهانی باشین برادرها، خواه در آشکارا باشین، شما فقط و فقط تصور کنین که خدا شما را نگاه دارد. خدا در نظاره شما هست. چگونه که پیغمبر میگه اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنانی که او را دیده ایستاده ای، اگرچه او را نمیبینی او تو را میبیند، همچنان خدا را عبادت بکن. جمعه پیشین